این من شسترکیویچ چی خیال شما؟ من در مسئله خونه دو خونگی خوش ما شما رو انتظار بشوید خیر سلامت باشید به نظرم یک کاستیوم کم چقدر کشود بریم چخیل کشود بریم چخیل کشود بسیار نقص نه چخیل نقص و نگاه کنید چخیل کشود کفتایشم اویسان خلطه بریم چخیل خلطه بریم بسیار هم بدنتون بسیار شینم بسیار نقص شما یک تگمه هایش رو گذرانید گذرانید تگمه رو گذرانید بسیار خوش بود با بدنتون بسیار شینم نگاه کنید تگمه رو گذرانید کنی بسیار بسیار شما با بسیار هیچ آوازون نه من چخیل منه نگاه کنید آخه من با شما گفتنی بودم من چون منه آخر تماما کتفایش سالک لیکن شینم شما مجبور میکنید که من حیران نه من کدو کامتش کنی دستاتون رو بردارید من ناس بسیار خشوره عالی جناب حتی من تا به درجه تنگ شما سولفی دید بدنتون بسیار شینم من کشود گفتم نه من فکرم من تنگ گفتم آخر شما چی من نمیفهمم چی اینجا خیلی کرده ایستید چی من هر خیلی بهانه میچی چی نه من گفتم که تنگ آخر در حقیقت باز تنگ شد نه که این بلازند این کاستیوم را هیچ فهمیدن نمیشود یکدم تنگ میشود یکدم کشود میشود بسیار نقص کاستیوم بسیار نقص بسیار خوشروی بسیار نقص بسیار نیزیبت خوشروی روید گپا کم کنید روید مایلش ها این رومونه این نوبکاره بینه در پیش چشمم تمام اسباب و انجام خانه فرختگی میفهمید تمام اسباب و انجام خانه این نبینه دوستی متهم چیکار آخه من گیرم آخه چی تمام اسباب و انجام خانه فرختگی و غیر از خودی خانه خانه گفتید بله خانه را من میگیرم با شرطی که به من مهلت دید که پول یابم من که باز به این خانه شما با هوس می‌نگریستم خدایا خداوندو او خانه رو فروشیم من در کجا زندگی میکنم هیچ گپ نه انا وسیل یک گوشه خانه رو با شما اجاره میدیم شد زبان خواهد نویسید زبان خواهد نویسید نه من خودم می نویسم شما تنها امضا میگذارید و خلاص شد حاضر 5 دقیقه خانه ببخشید فامیلیتون ترک امضا مرحبت امضا کنید خوش با من دید مرحبت شد فوخت تشکر مرحمت فقط پولش رو زدتر البته زدتر من اکنون بفکرم کارا تخت من اکنون باید آماده شکاف رو میگیرد اینش باشد میبینو انا باید آماده کشتیم و پلتوها رو باید ظرف و مایده چویده رو مبادو مرا با اونجا جیغ زنن چی؟ من با اونها چی جواب میگویم؟ اگر جیغ زنند میگوی که هیچ چیز نداری
گویا یک عمر در تامینات شوهرت بودی و ها کذا میفهمی؟ این خیلی میشود انا همین خیلی میشود بسیار نغز میشود میفهمی؟ گوش کن استو که تو خواهرکم یگان ابلهی تگی چشم کردگی نداری؟ چی؟ نه یگان آدمی به خودت معقول هست؟ آخر شوهرت رو کو مونت این گپور رو مونت التماس میکنم آخر چه خیلی میشه تو باید که به شوهر برای جانم فقط نیوشه گوی که یگان همین خیلی آدم هست یا نیست؟ نه نیست؟ نیست ندارم نوش انا بچه همسایت چی همسایه؟ باید تو رو بزنی میگرفته باشد چی گفته استودی؟ این گپو چی لازم برادر جون؟ شد نیوشه بسیار موافق با تو بسیار موافق کنی زودتر رفتار رو جرزم زودتر وای با من موافق انا خودش آمد با خدا که این کاستیوم با من معقول نه همه من رو دیدن میخندن شد شما بهترش به من گویید که برای چی شما به نزد خواهری من دم به دم می آمدگی شدید چی دم با دم انا همین خیلی دم به دم می آمدگی شدید میبخشید اگر خواهری من با شما معقول باشد روی راست گویید من نمیرم اینجا من آخر اومدم که گویم کاستیوم به من معقول نیست چی خیلی کاستیوم معقول نیست دم چی خیلی معقول نیست و نه وقت من خودم با چشمانی خودم دیدم و با گوشانی خودم شنیدم که شما با من راست است گرد که میپرتافتید انا وسیل نه به من معقول لیکن چی میشود یک باره شد انا همین خیلی یک باره شد اگر شما خواهری مرا بزنی گرفتنی باشد مرحمت روی راست گوید من روزی خیلی میشد برادر جونکم با این گپو چی لازم؟ برای شما مجبور میکنید که من خواهرتون رو گیرم کی شما رو مجبور میکند و نه وقت خودی شما گفتید که وای با شما معقول نه من معقول لیکن چی لیکن؟ حالا تیار نیست چی خیلی تیار نه برای نقل زیاد لازم نه هم تو گیره دو چی خیلی گیرم و مانا انا همین خیلی گیره دو من این خیلی نمیتوانم درم گرفته چی خیلی مانا نمیدونم شما چی گفته ایستاده داخل برای چی به هر کجایی که پیش آمد مرا میتقانید برای چی من شما رو برای چی خدا چی گم این کاستیوم نیوشه جان خواهرتون رو تو خدا چی میگوی نیوشه برادر جون آخر یکی اون کس نخواهند و این گپو چی لازم؟ خیلی میخواهند لیکن شرم میدارند ها شرم میدارم نیوشه جان خیز از جایت دستت را با من ده نه من شرم میدارم دستتان را با من دهید برادر جون آخر چی لازم؟ دستت را آخر نیوش وای چی میشه؟ نغز می شود شرم میدارم آرام دستم را قطق نکنه آرام قطق نکنه کشه پیر شدید نیوشه انا زودتر بزرگ رو از شوهر پیشترت خط طلاقت رو گیر زود نیوش تبریک میکنم
چی میشد معذور دیدم گرشتنین ترکانف واقعا برای چی من باید مادامی که زن گرفتم برای چی باید از زنم کاستوم خرم بسیار نکن اکنون در روز توی عروسی دامادیتان همه کاستوم شرط رو پوشیده بادگی میکنه میبخشید معذور داره لیکن مادامی که آنا وسیلنا زنی من است این کاستوم باید به من مفت همچون جاز می آمد میدونه چی؟ شما اول کاستوم خریدید و انا بعد زن گرفتید عموما عیبی کله را به سله زدن مرا به اشتباه ناندازید چرا شما حاضر که خواهرتون رو به من پیشکش کردید کو چی؟ جین زند همه خیلی باشد من زن نمیگیرم چی خیلی نمیگیرید؟ مرده میگیرید چی خیلی مرده انا همه خیلی مرده چی خیلی میشود خودش چی گفت ها واقعا میبیل چی؟ نه برای چی شما میبیلی مرا فروختید میبیل رو من پیشتر فروخته بودم برای چی میبیلی مرا فروختید توبه مادامی که این خانه من میبیل هم از آنی من اما اگر شما پیشتر زن میگرفتید میبیل هم از آن شما میشود میبخشید شما نه با کک خواهرکتان رو به من پیشکش کردید ها شما چی؟ ما بوده جنی نکو نه اون با میبیلی من دست نزنید با میبیلی من دست نزنید خاموش خودش چی گفت؟ چیز رو نمیفهمم خودش چی گفت؟ برای چی میبیلی مرا خاموش آنا وسیلی نه خودش چی گفت؟ برای چی برادر شما میبیلی مرا فروخت؟ برای چی؟ خانه فروختگی تمام و سلام میفهمی و سلام داد نزنید اینقدر مفت صاحب خانه و زن شدی و باز چوغز بر این داد میزنی خودت چوغز برادر جانم این کارها چه لازم خودت چی گفت بخیر آنا وسیلی نه خط طلاقت را گرفتی؟ همه حجت طلاق ظرفهای آشخانه رو هم به همسایه ها فروختم چی؟ شد چی گفتید؟ ظرفهای آشخانه؟ بله ظرفهای خودم رو برای چی شما ظرفهای آشخانه ما رو میفروشید؟ خودش چی گفت؟ نه با چه خوراک میخوریم ها؟ برای چی ظرفهای آشخانه ما رو فروختید؟ برای چی آنا وسیلی نه؟ برادر جان برای چی باید داد میزنن؟ نه خودش چی گفت؟ چی؟ تو مبادا که جنی نشده ای ها؟ شما چی؟ فهمه؟ نه چی هم داشتید که ظرفهای آشخانه ما رو فروشید؟ در کار بود فروختم نه بالا زنب من نمیفهمم خودش چی گفت؟ یا شما زن گرفتنی نیستید؟ البته همه خیلی باشد اگر من تمامت زن نمیگیرم و سلام الله که طلاق خط گرفتگی فهما شاید این به عزت نفسی خواهری من رسد برای همین گپ رو کم کنید و به عروس نزدیک شوید نزدیک شوید من شمده جواز بر این نیستید نزدیک شوید من شرط میدونم یا نه و فکرم در خصوصی زن بله میفهمم میدونید چی گفت خب نوشه جان شد اکنون رفته مهمان ها رو جغ زن کمکک مینوشی کنیم و رقص کنیم من رقص کردن مثلا من رقص کردن نمیخواهم میخواهی نه همراهی من رقص میکنی نه گفتم نه مرده رقص نباشم زن نمیگیرم مرده رقص میکنی نوشه من رقص چی لازم آخه نوشه جغ زن حاضر مرحمت ترکانه شنید مرحمت موزیکا
من حاضر. برادر جون کجا؟ حاضر. من حاضر. سلام عزیزم. گریشه. من آمدم عزیزم. گریشه. خیریت که اومدی. قریب بود که دلم میکفید. خوش کن گریشه. تو رو حبس نکردن؟ نه عزیزم. تنها از من خواهش کردن که برای شوکیم شاهدی دیم. خیریت. خدا چیگه ها؟ خدا چیگه برای چی زنی من رو آغوش میکنید ها؟ چهار نداشته در نزدی من خدا چیگه؟ چی؟ ها؟ تو دیوانه شده ایم اگر؟ خواهی بود زنی من زنی تو شد. از همین روی سر کرده. چطور؟ انا میطور. آخر وای زنی من بود کو؟ بود. حالا باشد این کس زنی من. گربوش کنن نیو ترکانوا. باز کن! داکشم از اینجا. خدا داشتم. میبخشی این آلیه زیبا از آن من است و خانه هم خانه من است. فهما؟ چی؟ خانه تو؟ بله. وای تو عقلت را خوردی نابکار. گریشه فعلم رو نبیار. میفهمی؟ سردی ابله. منه با تو حجت لازم باشد. مرحمت گیر خان. تو چی کار کرد؟ داشت به نظرم تو چی کار کردی؟ دوستی عبدالله. داشت از خانه. من به هیچ کجا نمیرم. فهما؟ انا تو رو باشد در روزهای نزدیک حبس میکنن. من این رو نقص میدونم دوستی عبدالله. لیکن انا بس سیلیم نه از آنی من است. داشت این خودش چیه؟ در چند ساعته که من در اینجا نبودم در این خانه چی واقعه روی داد؟ گپ زن آخیر. من حیرانم. چرا خانه در این احوال منو برادر. چرا کاستوم من در تن این نوبکار؟ کاستوم من نوبکار. گپ زن چرا خاموش هستی نیوشا؟ گریشه جان منو برادرم گمان کردن که چی؟ چی گمان کردی؟ من هیچ چیز رو میبخشید ترکنف کدام شما؟ ترکنف؟ ها ترکنف. من چی بود؟ این طور باشد پیش دارید شما رو همچون جنایتکار ما فوراً باید به حبس گیریم. چی؟ چیکار جنایتکار؟ آنا وسیل اینجا اشتباهه. من صبح برمیگردم. پیش دارید هم باشه در آنجا من با شما میفهمونم. زودتر انا اکنون میبینیم که دوست بوده است. امروز مرا به صفت شاهد دعوت کردند لیکن تو رو باشد به صفت جنایتکار. نوبکار جزای تو نوبکاری احمقانه همین است. بسیار خرسندی نکن ابله. بسیار خرسندی نکن. من خودم به تو شاهد میشوم و از پس پنجره هر روز با حالت میخندم. بسیار خرسندی نکن ابله. بسیار خرسندی نکن ابله. میبخشی لیکن من تو رو هم از پسم میبرم. آخر ما همراه دزدی کردیم کو. همراه دزدی کردیم لیکن آنا وسیل مهربان نصیبی که میشده باشد. انا بس از پس پنجره همراه میخندیم. ابله متهم دوست. داشو نوبکار. ممسوکی لعنتی. انا از روی ممسوکیتا تو حالا زن نگرفته ای. نوبکاری احمق جای تو اما حبس خانه است. انا اکنون من خودم برای تو نان خشک میبرم. گریشه جان مرا ببخش. به همه این کارها برادرم گناهکار. من خودم هم هیچ چیز رو نفهمیدم که این چه خیل شد. مرا ببخش گریشینکا. ببخش مرا.
گریش ببخش. نیوشا تو چی کار